فصل سوم. خاکستر. متاسفانه و باز متاسفانه در کتب اهل تحقیق می‌خوانیم که چون سلسله خاکسار در شبه قاره هند شکل گرفته است، سالکان آن سلسله کسانی بودند که خاکستر بر سر و روی خود می‌ریختند و همین علت نام سلسله خاکسار شده است. عزیزان، اگر اجازه دهید توصیه می کنم فقط 1 دقیقه وارد فضای مجازی شوید و مجازی به هندوستان سفر کنید. بزرگواران، در هندوستان اکثر عابدها و مرتاضها در آیین‌های مختلف از دیرباز بر سر و روی خود خاکستر می ریختند و یا در گودالی از گل خود را گلمالی می کردند که این رسم همچنان ادامه دارد. از نظر ظاهر این کار نگهداری پوست بدن در مقابل حرارت خورشید سوزان است. همچنین خواص خاکستر و گل که آنها آن را مقدس هم می دانند. این خاکستر نشینان در حقیقت معنوی خود را مستغرق می دانند و ما به عقیده آنها کاملا احترام می گذاریم. اما این اهل ریاضت هیچ ارتباطی با روش سیر و سلوک سالکان خاکسار و یا واژه خاکسار در ایران ندارند. متاسفانه کتاب‌هایی که در 1 قرن پیش درباره خاکسار چنین نوشتند باید به روشی تصحیح شوند و ما از نام بردن آن کتاب‌ها صرف نظر می‌کنیم، چون هر محققی می‌تواند اشتباه کند، اما ما به قلم آن بزرگان ارج می‌نهیم. امروز به توصیفی دیگر و عجیبتر برخورد کردیم که میگویند چون درویشان خاکسار لباس خاکستری میپوشند به خاکسار شهرت یافتند. البته عجیب است که این دوستان مهربان لحظه‌ای تعمق نمی‌کنند. ما می‌دانیم خاکستر از جنس نبات است و خاک از جماد است. حال چگونه خاکستر نشین و خاکستری پوش شده از خاکسار واقعاً نمی‌دانیم. رنگ طوسی را خاکستری می‌گویند. رنگ طوسی رنگ خاک نیست. در ضمن کلمه خاکسار در فرهنگ لغت یعنی خاکگونه، مانند خاک و امثال هم. بگذاریم. امروز زمانی نیست که ما هرچه بافته ایم به سمع و بصر دیگران برسانیم. جوانان این سرزمین جوینده و پویا هستند. اجازه ندهیم به بیراهه ها قدم بگذارند. امروز با بودن فضای مجازی و دسترسی بیشتر به کتب معتبر تحقیق بسیار راحت‌تر ممکن می شود. فقط کمی دقت لازم است. تحقیق بدون تعصب همیشه چراغی پرنور را برای آیندگان به یادگار می گذارد تا در تاریکی بتوانند جزئیات حقیقت هر موضوعی را به روشنایی مشاهده کنند. امروز زمانی نیست که با اگرها و شایدها به نتیجه رسید. امروز انسانها با سرعتی غیر قابل تصور زندگی می کنند، اما با 1 لحظه غفلت از راه دور خواهیم شد و جبران آن بسیار دشوار است.